حجت الاسلام هدایتی میگوید اگر محسن زنده بود تاکنون 1,000,000 شخص از نسل او وجود داشت. ببینید سوالی است بسیار مهم، مطلبی است بسیار مهم. الان اگر فرض بگیریم تعداد سادات روی کره زمین، حالا به طور خیلی مثال عرض میکنم روی عدد، اگر مثلا 2,000,000 باشن که البته به مراتب بیشتر هستن، اگر حضرت محسن علیه السلام سقط نمیشد الان تعداد سادات 3,000,000 بودن. یعنی در واقع 1/3 سادات، 1/3 نسل پیامبر را در روزهای آغازین پس از شهادت پیامبر، در حالی که اون بزرگوار هنوز دفن نشده بود، قتل کردند و از بین بردند و پشت در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها 1/3 نسل پیامبر را تا انقراض عالم نابود کردند. مسئله کوچکی نیست، یک مسئله ساده‌ای که در 14 قرن قبل اتفاق افتاده و ما اینجا خیلی راحت از کنارش بگذریم و به خاطر مصلحت اندیشی و احیانا عدم اطلاع ما از تاریخ صحیح بخواهیم به راحتی از کنار اون بگذریم، این چنین نیست. مسئله بسیار بسیار بزرگ هست، جنایتی اتفاق افتاده در تاریخ که بزرگی اون در فهم و درک بشر نمی گنجه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بگو جز الله هیچ یک از موجودات آسمان ها و زمین غیب نمیداند و نمیدانند چه زمانی برانگیخته میشوند. بینندگان عزیز و گرامی، چند سوال از آقای هدایتی میکنیم. آقای هدایتی، اولا بر فرض کشته شدن محسن شما از کجا میدانید که وی اگر زنده میماند عقیم نمیشد و تاکنون از نسل او 1,000,000 انسان بر جای میماند؟ آیا شما علم غیب دارید؟ ثانیاً آقای هدایتی، آیا امروز کسی میتواند بگوید که اگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و یارانش ابو جهل و ابو لهب و امیه بن خلف و دیگران را نمیکشتند، چه بسا تا امروز 1,000,000 مسلمان از نسل آنها بر جای میماند؟